او متروان متر کجامه کارت پروان با بالان. اینترنتی بسایی باز خلاص شد. ای پری دنیا را بره بان تول دفعیم زنگ میزنم ازش میتیا میتر ماما. بان تو بشیر زنگ زد. الو بشیر، جار از دفعی من حالا. شکر سلامت باشه بخیر باشه. 50 روپیه من میتیوک فهمیدی؟ ام پیسه تا دم سری هفته زودی که پاس میده. دم شماره امتین. دم شماره امتین است. حالا برم یک جیبی یک بسته یک جیبی فعال کنم دیگه. یک روز ما رو میشه. یک روز بعد. باز اینترنت سکه سمانده خلاص شد. باش تو باز دفعه این زنگ میزن برم پیسه رو وارد کنم. بان بشیر زنگ زد چی میگه؟ الو بشیر. علی سلام فهیم جور هستی؟ بخیر باشه. ای قند و شیرین و نبات لالای خود یک کار کن. با مرفق مخلص خود یک 100 روپیه دیگه میتیو کو. سعی زدم شماره امتین. دمی شماره امتین بله. پیسه تا سر هفته میتونم. خیر باشه جانم است. یعنی برو باز پیسه پیدا کردم مول یک سی جی بی فعال میکنم 3 روز شده. یک هفته بعد. حالا یعنی یک هفته پوره شدی بشیر پیسه میتو رو نداد. با یک زنگ میزنه چی کردی؟ تو باش فهیم زنگ زد چی میگه؟ الو فهیم. بله سلام بشیر. آقا چند پیسه میتو رو ندادی یه هفته پوره شد. او تو که رفیق صمیمی هستی. شیر وار بگو مرا یک 4 روپه قرض بده. دیگه باز این میتو رو چرا ایلا جور میکنی؟ نه برات میتیو کده بودم. قرض چی کنم برات میتیو کده بودم. نه سرم پیسه نداره. اشتباه کرد برو. گوش کلا لامه میتیو کده بودم برای. نه خواهر نمیمانه. دقیقا صبر که تو این زمانه با خدا خراب شده.